ویزمی دیگه داره چی کار میکنه با این قیمتایی که منتشر میکنه برای محصولاتش، کیفیتایی بهتون میده که حرف نداره. این ایرپاد ویزمی WT7 کیفیت فوق العاده عالی، هر گوشی سنسور تاچ داره، شارژی خیلی خوبی بهتون میده و ENC داره، صدای نویز رو به یک مقدار کمی کم میکنه، مکالمه بهتری بهتون میده و یک صفحه نمایشگر 2 اینچی رو خود درب هست که فوق العاده جذابه. واچ فیس های متفاوتی میتونید واسش بذارین، واچ فیس دلخواه خودتون هم میتونید روش ست کنید. کنترل سنترش قابلیت های زیادی بهتون میده، از جمله مکالمه، تنظیم صدا و تایمر هم از اینجا میتونید ست کنید و کنترل موزیک و این هم که مربوط به برنامه اختصاصیشه که اسم برنامه‌ش هم فریفیته. میتونید خیلی از قابلیتاش از طریق اون میتونید رو خود ساعت ست کنید. بعد کنترل موزیک داره که میتونید با خود درب انگار باکستون گوشیتون رو کنترل کنید. ساوند افکت داره، میتونید اون موزیک که میخواین رو تنظیم کنید تو چه سبکی باشه و دیگه تایمر و کرونومتر و آلرم هم میتونید واسه ست کنید. این قسمتش هم که دیگه کاملا مشابه ساعت هوشمنداست، خیلی تاچ روون و بدون لگ. اینجا هم قابلیت‌های کرونومتر، آلرم و تایمر ساعت رو میتونید بررسی کنید و ازش استفاده کنید. جذابترین نکتهش اینه که تنظیم صدای موزیکتون رو میتونید تنظیم کنید. اگر میخواین موزیک گوش بدین رو موزیک، اگر بازی میکنید رو گیم میذارید و اون پارازیت و اون تأخیر صدا خیلی کمتر میشه و این خیلی جذابش کرده. درگاه شارژ تایپ C داره و حالا کابلی که داخلش گذاشتن دو سر تایپ C که خودم خیلی واسه ایرپاد پیشنهاد نمیکنم چون رو آیسی شارژش به مرور زمان خیلی آسیب میرسونه. داخل پکش یه دونه بندم گذاشتن که میتونید به خود ایرپاد وصلش کنید و خیلی جذاب میشه. تو قسمت تنظیماتش که برید یه سری قابلیت هم تو تنظیماتش میتونید ببینید، از جمله ریست فکتوری و ریست دکمه پاور از همین قسمت، یا میتونید دکمه پاورش رو نگه دارید. بعد صفحه نمایشش رو میتونید تنظیم کنید، تنظیم نور و اینکه هر چند ثانیه یه بار خاموش بشه. دیگه دیال ستینگ هم مربوط به همون بک‌گراند و واچ فیساشه و تایم خود ساعت که رو باکس نشون میده میتونید دستی تنظیم کنید یا به خود گوشی وصلشین به صورت اتومات نشون بده. زبان فارسی هم خیلی خوب ساپورت میکنه و بدون مشکل. دیگه رمز عبور هم میتونید واسه ایرپادتون بذارید، قابلیت زیاد بهتون میده و تو این رنج قیمت زیر 2500 که میخواین هزینه کنید بهترین گزینه است. خیلی موزیک بیس بالایی میده، مکالمش قابل قبوله، نمیشه گفت خیلی کیفیتش بالاست و به ایرپادای مثلا مثل برند QC وای میرسه، ولی در کل مکالمه خوبی داره. این از ظاهر خود ایرپاد و هر گوشش هم سنسور تاچ هم که داره، شارژی خیلی خوبی هم بهتون میده. اگر از این محصول خوشت اومد و خواستی از فروشگاهمون تهیه کنی، میتونی از سایتمون از 4 قسطه از تورو، اسنپ و دیجی پی خریداری کنی. اگر از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم سابسکرایب کنی و ما رو به دوستانت معرفی کنی.